شما برایتون بخیر میگیم. امروز دوشنبه 14 دکبر 2020 سال است و شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. در روسیه تقریبا در همه منطقه ها اندازه پیش پرداخت درآمد شخصی برای پتنت جهت فعالیت کاری برای هر یک شهروند خارجی مقرر کرده شده است. می‌نویسد پورتال migrantmedia.ru. پرداخت پتنت با نظر داشته کوفیسیانت عمومی و منطقوی حساب کرده می شود. برای سال 2021 این نشان دهنده کمی افزایش یافته است. از این راه اندازه پرداخت مقرر شده مهانه‌پولی پتنت نیز برای مهاجران کاری تغییر یافته است. در این رابطه مبلغ پیش پرداخت برای پتنت از ماه ینور سال 2021 از 3,1000 تا 9,5000 روبل را در همه منطقه های روسیه در بر خواهد گرفت. ارزش نهایی در حوزه اتونومی مالونینسکی و حداقل در جمهوری اسیای شمالی آلانیا مقرر کرده شده است. در مسکو نرخ پتنت 5341 روبل، در ولایت مسکو 5092 روبل و در شهر سن پترزبورگ 4000 روبل خواهد بود. پرداخت هر ماهه پتنت در سال 2021 برای مهاجران مهنتی باید پیشکی 3-4 روز پیش از سند دادن پتنت برای فعالیت کاری پرداخت کرده شود. یادآور می‌شویم که پیش پرداخت مقرر شده برای اندازه درآمد شخصی شهروندان خارجی باید محض در وقت مقرر گردیده پرداخت گردد. در صورت پرداخت نکردن یا تأخیر انداختن پرداخت حتی برای یک روز پتنت به طور خودکار از اعتبار ساقط دانسته می شود. تحولات این ساعت را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. در روسیه میمانیم. وزارت ساختمان روسیه به حکومت این کشور درباره ورود ساده کرده شده مهاجران کاری برای فعالیت در بخش ساختمان ها در دوره پاندمی کرونا ویروس پیشنهادها آماده کرده است. وزارت ساختمان روسیه مسئله ساده کردن شرایط ورود مهاجران مهنتی را که برای کار در یک چند پیدانهای ساختمانی در حدود مؤسسه های تأسیسی فدراسیون روسیه جلب کرده می شوند کاربرد ایستاده است. گفتند در وزارت همزمان قید کرده می شود که ورود کارگران به ساختمان ها تنها برای آن تشکیلات های اجازه داده می شود که رعایت معیارهای سانیتری و اپیدمیولوژی را برای مهاجران تامین می سازند. انتظار می رود که وزارت ساختمان روسیه شماره ضروری مهاجران کاری را برای سر وقت رسانیدن به انشاءات ها مشخص خواهد کرد. اینچنین پیشنهاد می شود که این پیشنهاد برای بررسی به مقامات روسپاترنادزور و سرایست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فرستاده شده است. مهاجرانی که به روسیه وارد می شوند از آنها طلب کرده می شود که نه کمتر از 3 روز پیش از وارد شوی از تشخیص منفی کرونا ویروس گذرند. قبلا خبر داده شده بود که نارسایی مهاجران مهنتی در ساختمان‌های روسیه را قسماً با کادرهای زنان محلی پر کردن ممکن است. از اول سال 2021 مقررات فرمانی وزارت مهنت فدراسیون روسیه اعتبار پیدا می‌کند که روی خط اختصاص‌های برای زنان منع شده را 4 مرتبه زیاد می‌کند. قبلا معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه مراد خوسنولی قید کرده بود که هنگام پاندمی کرونا ویروس معاش کارگران در بخش ساختمان‌های روسیه تقریباً 2 برابر افزوده است، اما تا حال این مشکلات بنا به نبودن قوه کاری مهاجران حل خود را نیافته است. ادامه نشر خبری کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین را سفیر حسن نیت خویش در روسیه تعیین کرده است. خبر می‌دهد سامانه این نهاد سراینده که با نام منیژه معروف است در سال 2019 همکاری را با دفتر نهاد پناهندگان سازمان ملل متحد در روسیه شروع کرده است. منیژه سنگین که زاده تاجیکستان میباشد حالا در روسیه با اهل عائله‌اش زندگی میکند و کمک به مهاجران و پناهندگان را او از تجربه تلخ روزهای اول مهاجرتی‌اش سبق گرفته است. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد امروز تعیین شدن سراینده مستقل و خیرخواه منیژه را به حیث سفیر حسن نیت نیک خود اعلام کرد. برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد به امور گریزگان یک ستاره صنعت از روسیه محافظ
گریزگون می شود گفته می شود در اظهارات این سازمان. در نوبت خود آوازخوان 29 ساله اظهار امیدواری کرده است که شماره بیشتری آدمان می توانند با شرافت استعداد و ملکه خود در جامعه سهم گذارند. منیژه سنگین آوازخوان روس است که اصلا از تاجیکستان به مسکو کوچیده است. منیژه سنگین نوازنده، مؤلف و سراینده مستقل است که با تخلص منیژه معروف است و پس از نشر سرودهایش در شبکه‌های اجتماعی شهرت وسیع پیدا کرده است. او گفته است که از این به بعد حقوق زنان و مهاجران را فعالانه حمایت می‌کند و بر ضد مشکلات کم‌بضاعتی مبارزه می‌برد. تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان است در روی ماجراهای موجر. کمیته تدارکات بازی‌های المپیک توکیو درباره تدبیرهای نوی مبارزه با کرونا ویروس در بازی‌ها اظهارات پخش کرد. یک از راه‌های مبارزه از پیشگیری سرایت در بین ورزشکاران و شخصان دیگر این کوتاه کردن مهلت بودباش ورزشکاران و مهمانان در ژاپن میباشد. در این باره دیرکتور اجرایی کمیته تدارکات توشیرو موتو خبر داده است. همین طریق به کمیته‌های ملی المپیک از جمله به کمیته ملی المپیک تاجیکستان توسعه داده شده است که 5 روز پیش از آغاز مسابقه ورزشکاران را به توکیو فرستند و حد اکثر پس از 2 روز به آخر رسیدن نمایش‌ها ورزشکاران باید جمهوری ژاپن را ترک کنند. یادآور می‌شویم که بنابر پاندمی کرونا ویروس بازی‌های المپیک در توکیو یک سال موقوف گذاشته شدند. آنها از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 از روی 33 نماد ورزش برگزار می‌شوند. در آنها 12500 ورزشکار از 205 کشور جهان برای 339 مجموعه مدال‌ها مبارزه می‌برند. 66 سال پس از بازی‌های المپیک سال 1964 پایتخت ژاپن بار دیگر میزبان بازی‌های تابستانی المپیک 2021 سال خواهد شد. قبلا کمیته بین المللی المپیک سنه نهایی راحت به بازی‌های المپیک را تصدیق کرده بود. مهلت آخرین آن 29 ایون سال 2021 است و مهلت آخرین درخواست ورزشکاران 5 ایول سال 2021 میباشد. دسته منتخب تاجیکستان در ریتینگ کشورهای غالب در بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو با یک مدال طلا که دلشاد نظرف به دست آورده بود در جای 54 قرار گرفت. این نسبت به جایی که دسته تاجیکستان در المپیاد سال 2012 در لندن نشان کرده است 25 زینه بالاتر است. برمیگردیم به روسیه و نشر خبر این ساعت را ادامه میدهیم. در روسیه از 1 ینور نرخ خرید و چکنه شکر، محصولات غله‌دانگی و روغن آفتابپرست میتواند در یک ساعت مقرر کرده شود. مینویسد خبرگزاری اسوستیا. گفته می شود که نرخ‌ها میتوانند برای 3 ماه آینده یعنی تا بهار سال 2021 ثابت باقی مانند. طبق اطلاع نرخ فروش استحصال کننده برای روغن آفتابپرست میتواند برای 1 لیتر 95 روبل مقرر کرده شود. برای استعمال کنندگان هنگام خرید چکنه ارزش آن نباید از 110 روبل زیاد باشد. نرخ شکر در 1 کیلو متناسباً در سطح 36 و 45 روبل نگاه داشته می شود. اسوستیا بنا به منبع‌های خود در حکومت روسیه می‌نویسد که امروز دوشنبه 14 دکبر جلسه دخلدار در حکومت در این سمت برگزار شد و پس از آن پیشنهادها به دیوان وزیران برای تصدیق فرستاده شدند. یادآور می‌شویم که در چند قبل پرزیدنت روسیه حمله‌های حکومت کشورش را وابسته به وضع بالاروی نرخ محصولات غذایی در روسیه شدیداً انتقاد کرده بود. ولادیمیر پوتین به حکومت روسیه امر داد که با بالاروی نرخ محصولات خوراکواری مبارزه برند و در یک هفته من بعد نرخ همه نماد محصولات را به تنظیم درآورند. همچنین پس از این انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین با اعضای حکومت جلسه دایر کرد که در هفته آن دستور داده شد برای کاهش دادن نرخ محصولات مهم به زخم‌واری در روسیه چاره‌های مؤثر و تأخیرناپذیر در کوتاه‌ترین فرصت اندیشیده شود. یادآور می‌شویم که از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه احساس بالاروی نرخ‌ها شده بود که این روند در اول تأثیر خود را به مهاجران مهنتی که از طبقه‌های آسیب‌پذیر جامعه میباشند رسانید. نشر خبری این ساعته بود. سلامت باشید. در روی موج رادیوی موجب بمانید و برنامه‌های دیگری ما را پیگیری کنید.